سلام و روز بخیر. سرخط خبرها را من مومن احمدی تقدیم میکنم. امروز 5 سپتامبر است. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در روسیه سیاست مهاجرت و همکاری‌های اقتصادی را بررسی میکند. ماشینی را که با 3 مسافرش به فاندریا افتاده بود بیرون کردند. گذرگاه پنجکن سمرقند برای 10 روز بسته شد. این و دیگر خبرها در ادامه برنامه. منصبدار رو به مسکو شهر انرگادار اوکراین به خبرنگار ریترز گفته است روز یکشنبه در گیدرو اطراف نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیا وضع آرام بود. یک روز پیش از آن رئیس اژنسی بین المللی نیروی هسته‌ای رافائل گروسی بعد زیارت از این نیروگاه هسته‌ای با تکیه به اطلاع از مفتشان اژنسی ابراز داشت که تامین برق این نیروگاه در 4 خط اساسی قطع شده است، ولی آن توسط خط‌های برق احتیاطی که برای وضعیت اضطراری ساخته شده است به شبکه برق اوکراین پیوست می باشد. تفصیلات رویدادهای اخیر اوکراین را در سامانه رادیو آزادی پیدا کنید. امروز در مسکو وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیراج‌الدین موهریدین دیدار و گفتگو خواهند داشت. در صحبت با خبرنگار تاس نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زاخارова تاکید کرده است که وزیران برنامه چاره‌بینی‌های مشترک تاجیکستان و روسیه در سال روان همکاری‌های تجارتی، اقتصادی، بشری، فرهنگی، مدافع مهاجرت، آموزش کادرها و همچنین امنیت بیولوژی و اطلاعاتی را بررسی می‌کنند. امسال روسیه نقشه دارد از حساب خودش 750 شهروند تاجیکستان را به دانشگاه‌های روسیه قبول کند. بر پایه موافقت رهبران روسیه و تاجیکستان در آینده تا 1000 دانشجوی تاجیکستانی همچون دانشجوی بودجتی به دانشگاه‌های روسیه قبول خواهند شد. خبرگزاری تاس تخمین کرده است که وزیران دو کشور مسئله مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان بر روسیه را که شماره آنها از 1 تا 1.5 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد ارزیابی خواهند کرد. مهاجران پیوسته از نقض حقوقشان در روسیه شکایت دارند و مقامات تاجیکستان را به بی‌پروایی و حمایت نکردن از آنها تنقید می‌کنند. بینندگان ارجمند حالا به یک آگهی توجه کنید. بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه‌های تلویزیونی رادیوی آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد برنامه سرخط رویدادها ساعت 16 به وقت دوشنبه و ساعت 14 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزادی بمانید. و خبر دیگر، چوپان‌های تاجیک بیشتر فصل سال را در منطقه‌های بلندکوه و کم‌آدم پشت سر می‌کنند. سگ همراه دائمی آنهاست که در نگاه‌بینی بز و گوسفندان کمک می‌رساند. رادیوی آزادی فیلمی از روزگار چوپان‌ها تهیه کرده است که آن را در صفحه ما در یوتیوب و سامانه رادیوی آزادی تماشا کنید. وقتی سندام رو می‌بینیم 100-200 دام می‌گیریم با های می‌کنیمشون تو ساعت 10 اگر هوا سالکین باشه 11 پویده و اومده عبید به اینو هم بعد هوا گرم میشه، عصبی هوا گرم بودن با اینو خوب میکند با ما هم از این سبب استراحت میکنیم 2 ساعت 3 ساعت دام میگیریم. همچنین صحبت شاعره شهریه احتمزاد که گفت حجابداران را در دوشنبه بیشتر از سرلوچان احترام میکنند بحث برانگیز شد. در بحث‌های زیر ویدیو و مقاله آن نظر خود را نویسید. وزارت نقلیات تاجیکستان خبر داده است که یک گذرگاه در مرز میان تاجیکستان و ازبکستان برای 10 شبانه روز بسته می شود. با گفته وزارت رفت و آمد طریق گذرگاه جرتیپه که با سرعزم پنجکند هم مرز می باشد از 5 تا 16 سپتامبر بسته خواهد بود. از این گذرگاه شهروندان تاجیکستان به سمرقند و بخارا سفر می کنند. مقامات گفتند که این تصمیم به خاطر برگزاری نشست سران کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای گرفته شده است که قرار است روزهای 15-16 سپتامبر در سمرقند برگزار شود. فرودگاه سمرقند نیز که حالا برخی شهروندان تاجیکستان از طریق آن به روسیه پرواز می‌کنند برای 3 روز بسته می شود. ماشینی را که با 3 مسافرش روز 31 آگوست در فاندریای ناحیه عینی غرق شده بود روز 4 سپتامبر از آب بیرون کردند.
کاربران نوار لحظه بیرون کردن ماشین از رودخانه را بر رادیو آزادی فرستادند. به گفته آنها جسد 2 مسافر نیز پیدا شده است، ولی جستجوی یک جسد دیگر هنوز ادامه دارد. پیشتر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داده بود که ساعت 20:40 شام 31 اوگوست ماشین مرسدس بنز متعلق به حکیم اسماعیلوف ساکن ناحیه عینی هنگام حرکت در شهرهای دوشنبه خوجند به چقوری 40-50 متر به دریای فاندریا چپه شده است. به گفته وزارت راننده و یک مسافرش خود را از ماشین بیرون انداخته زنده ماندند، ولی دیگر مسافران با ماشین به دریا رفتند. یک فیلمی عبدالله غربتی روزنامه‌نگار شناخته تاجیک که حالا در بازداشت قرار دارد به جشنواره بین المللی فیلم‌های کوتاه در قزاقستان راه یافت. غالبان فستیوال فیلم‌های کوتاه بایکانور روز 9 سپتامبر معین می‌شوند. فیلم عبدالله غربتی با نام بسیار بزرگ در برابر 17 فیلم در این جشنواره جای داده شده است. عبدالله غربتی با اتهام حمله به کارمند پلیس و همکاری با سازمان‌های ممنوع ماه ایون بازداشت شد. نزدیکانش این اتهام را ساخته می‌دانند و سازمان‌های بین المللی مقامات تاجیک را برای بازداشت او و دلیر امامعلی ذوقی‌بک سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده دیگر ژورنالیستان شناخته تنقید کردند. در پایان برنامه برایتان قربی اسعار خارجی را میگوییم. بانک ملی تاجیکستان برای روز 5 سپتامبر 1000 روبل روسی را 165 سامانی و 50 درهم و 1 دلار آمریکایی را 10 سامانی و 24 درهم مقرر کرده است. قربی اسعار در بانک‌های تجارتی میتواند فرق داشته باشد. خبرهای بیشتر و نو را به شما در برنامه اخباری آزادی که ساعت 2 به وقت مسکو و ساعت 4 به وقت تاجیکستان پخش می شود پیشنهاد میکنیم. بازگشت به آزادی ویدیو را فراموش نکنید. خدا نگهدار.